این تو این چند وقته بچه‌ها انقدر مشکلات دارم به خدا فقط تو ویدیو نمیام گریه کنم. به خدا میگم، یعنی الان مثلا مادرم میگه کل خانواده ما اینجوری، یعنی سر مشکلات و این چیزا. ببین الان بخوام بهتون میگم پینگ بازی خرابه، کاستم رو نمیشه بری چی میگن آلکاتراس پلیر نداره، گیم پلیاش در نمیاد بچه‌ها. خوب دیگه بهتون میگم بازی لگ میشه، صفحه گوشیم گیر میکنه، نمیتونم کانتنت بسازم براتون، خیلی سخت شده کانتنت سازی. کاستم روم که میرم اصلا بچه الان میگم جلوتر بهتون نشون میدم، صفحه‌ام کلا گیر میکنه، گانم خودکار عوض میشه، اصلا جهنم میشه بازی. یعنی بچه‌ها که با میان یار میشن میگن امید چقدر ناراحتی. بچه‌ها خدا شاهد اونایی که دیروز با هم بازی میکردن همشون دیدن چقدر ناراحت بودن. یک درصد قضیه رو بگیم این بوده، ولی بیشتر یه قسمتش هم فشار زندگی بچه‌ها. از این من کرایه خونه روم، از این من بچه‌ها یه حرفای دیگه نمیخوام بزنم. بیارین خانواده منه، درآمد این خانواده بچه با منه. خب یعنی مثلا این مشکلی پیش با منه قضیه، این فشار رو خب خانواده‌ام یکی دو نفر نیست، من هستم، خواهرم، مادرم، کلا اینجوریه، کسی تو من شغل نداره. خب این فشار رو من از اون ور